سلام 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 از نام لایق بازار. یک ترانه غریبی خوانده بودم. شمال سرد بیگانه مسافر را چی میدانه. همین سروده یک بار دیگه موافقی طلب بچهای قینما ناحیه یاوان، اکای امردین جان و اکای شوین جان، اون برادرانی که اکای سلیمان جان، رفیقایی که برای ما دوست هستند، بسیار نانمک خوردیم. همین سروده برای بچهای قینما میخونیم. اکای امردین، اکای شوین جان، اکای سلیمان جان، برادرایی که ما نانمک خوریم. همین سروده خواهش کردن ایامی سامانه کانال یوتیوبی یاوان سینما گوش میکنن، تماشا میکنن. زنده باشین، سلامت باشین. یک بار دیگه موافقی طلبی بچهای یاوان از دههای قینما، سلامت باشین. شمال سرد بیگانه مسافرا چی میدانه، نمی سر بوی تکخانه مسافرا چی میدانه. شمال سرد بیگانه مسافرا چی میدانه، نمی سر بوی تکخانه مسافرا چی میدانه. کنی گوشوار طلایت بگوین یک قبیل زنها، کنی گوشوار طلایت بگوین یک قبیل زنها. زنی به عقل در خانه غریبی را چه میدانه، زنی به عقل در خانه غریبی را چه میدانه. خودم در خاک بیگانه بنوشم آب بیگانه، خودم در خاک بیگانه بنوشم آب بیگانه. اجاره خود به یک خانه در و دیوار بیگانه. همانی که در عمر خود ندید از غریب را، همانی که در عمر خود ندید از غریب را، بداند همچو افسانه غریبی را چه میدانه. کشیده رنج ها مردی مسافر بر فرزند، کشیده رنج ها مردی مسافر بر فرزند. طفل پابندی گوهره غریبی را چه میدانه. زنده باشین برادرو، اکای امردین، اکای شوین، اکای سلیمان جان. سخن شما در زمینی. سلامت باشین.